شهری بیماری‌های سیروتی شهر دوشنبه واقع در قصبه زرافشان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم عیسویeva را روز 19 ایول در عرفه عید قربان از بیمارستان جواب دادند. امروز یک سابقه دار مهنت هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم عیسویeva که با نشانه‌های بیماری کرونا ویروس بستری بود در بیمارخانه مذکور و تحت نظارت طبیبان و مخصوصا پروفسور کافدرای بیماری‌های سیرویتی رحمانوف و سرطبیب بیمارخانه حبیبزاده و طبیب جوان ایرانوف آذر قرار داشت. خود امین روز هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک را پس از کوشش و زحمت زیاد با یک روحیه بلند از طرف پروفسور رحمانوف و سرطبیب بیمارخانه و طبیبان و همشیره‌ها بعد برقرار شدن سلامتیش به خانه‌اش جواب داده شد. گفته می شود در اطلاع رسمی بیمارستان مریم عیسویeva از اولهای ماه ایول در بیمارستان بیماری‌های سیرویتی در زرافشان از کرونا ویروس طبابت می گرفت. روز 2 ایول در پی شکایت او از شرایط طبابتش با سفارش وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده معاون وزیر شادخان جمشید از این بیمارخانه بازدید و شخصا با مریم عیسویeva صحبت کرد. مریم عیسویeva روز 2 ایول در یک تماس تلفنی به سامانه پرستیجی گفته بود در بیمارستان به پرستار نیاز دارد. من خیلی اذیت میکشم. همشیره‌ها سوزندارو گذرانیده زود برآمده میروند. به من کسی نگاه نمیکند. التجا میکنم که به من پرستار الهی دهند. در اینجا از بی‌توجهی مرا میکشند، گفته است مریم عیسویeva. هنرپیشه شناخته افزود التجا میکنم خواهش مرا به مقامات رسانید، به من پرستار الهی بدهند، مبلغش را خودم میدهم، فقط اجازه دهند که مرا کسی نگاهبین کند و من در بیمارستان در تنهایی نمیرم. عیسویeva مریم نعمتونا از سال 1961 اینک 6 سال باز در صحنه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاهوتی نقش می‌آفرد.